سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امام علی رحمان باز به 23 نفر عنوان گنرالی داد. در اصفهان مادر و پسر به کیل کشتن 3 نفر را فرمایش دادند. اینجا برای شما تاجیکستان و ازبکستان نیست. جنجال پیرزن روس با فروشنده ها در زمینه ملی. سیل یک قلمرو پاکستان را زیر آب کرد و سبب مرگ بیش از 1000 کس شده است. وزیر تندرستی و معاونانش واکسینه گرفتند. یک مرد تاجیک در پترزبورگ زنش را چند کورد زده 10 قبرغه‌اش را شکسته است. حبس راننده تاکسی برای به طلبندگی جلب نمودن پیرزن معیوب. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 30 آگوست سال 2022 در یک مراسم تنتنوی در قصر ملت به مناسبت سالگرد 31 استقلال دولتی به 180 نفر از رهبران و نمایندگان مقامات قدرتی، نظامی، امنیت و سودی کشور جایزه و مکافات‌های دولتی و رتبه‌های گنرالی داد. از جمله با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سزاوارگردانی کارمندان مقامات حفظ حقوق، حاکمیت سعودی و خدمتچیان عربی با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، 3 نفر با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، 1 نفر با اردن اسپتامین درجه 1، 13 نفر با اردن اسپتامین درجه 2، 1 نفر با اردن شرف درجه 1، 10 نفر با اردن شرف درجه 2، 42 نفر با مدال جسارت، 61 نفر با مدال خدمت شایسته، 2 نفر با مدال شفقت، 1 نفر با مدال مرزبان شجاع تاجیکستان، 23 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سزاوار گردیدند. همین طور روز 30 آگوست با فرمان پرزیدنت درباره دادن رتبه‌های نو حربی عالی، درجوی و مخصوص به 23 نفر از رهبران و نمایندگان مقامات قدرتی، نظامی، امنیت و سودی کشور رتبه‌های نو مخصوص گنرال لیتنانت میلیتسیا، گنرال مایور میلیتسیا، گنرال مایور عدلیه، رتبه درجوی مشاور دولتی عدلیه درجه 3، گنرال مایور خدمات گمرک و گنرال مایور خدمت داخلی سپرده شد. در زمان شوروی طور خود امام علی رحمان در یک صحبتش گفته بود در تاجیکستان همگی 2 تاجیک رتبه گنرال داشتند. در زمان استقلال 10 نفر صاحب رتبه گنرال شدند و حال شماره گنرال های تاجیک از 100 نفر هم گذشته است. تنها در یک سال آخر امام علی رحمان به 60 نفر رتبه های گنرالی داد. 37 نفر آنها 1 سال قبل در عرفه سالگرد 30 استقلال تاجیکستان و 23 نفر حالا 30 آگوست سال 2022 در عرفه سالگرد 31 استقلال صاحب رتبه گنرالی شدند. مرکز مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر 42 عکس خبر داد که روز 29 آگوست سال 2022 رهبران و کارمندان دستگاه مرکزی وزارت با وقوع 4 واکسین بر ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 فرا گرفته شدند. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده و معاونان او همچنین سرداران ریاست‌ها و مدیران شعبه‌های دستگاه مرکزی وزارت نیز در برابر دیگر کارمندان و رهبران این وزارت وقوع 4 واکسین ضد کووید 19 را گرفتند. با قرار وزیر تندرستی با در نظر داشت وضع مرکب بیماری کووید 19 در یک قطار کشورهای منطقه شروع از 16 آگوست سال 2022 در تاجیکستان دوره 4 معرکه واکسیناسیا بر ضد سرایت کرونا ویروس در میان کارمندان ساحه تندرستی کشور آغاز گردید. مرکز مطبوعات وزارت گفت روز 29 آگوست همزمان با دستگاه مرکزی وزارت تندرستی رهبران و کارمندان ریاست تندرستی شهر دوشنبه، رهبران مؤسسه‌های تندرستی پایتخت نیز با وقوع 4 واکسین ضد کووید 19 فرا گرفته شدند. سردار ریاست بخطری سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالت‌های اضطراری و یاری تعجیلی طبی وزارت تندرستی نوروز جعفرov قبلا خبر داد که با دور 4 واکسیناسیا بعد کارمندان ساحه طب شخصان از 60 ساله بالا نیز فرا گرفته می‌شوند. نفرانی که از 60 ساله بالا بوده واکسین سوم را 3 یا 6 ماه پیش گرفتن می توانند واکسین 4 را قبول نمایند. طبق نقشه بعد از طبیبان شهروندان سن از 60 بالا نفران دارای بیماری‌های مزمن غیر سرایتی با وقوع 4 واکسین فرا گرفته می‌شوند. این عمل در دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری
ادامه می‌یابد. گفت جعفرов بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز معرکه واکسیناسیا به ضد بیماری کووید 19 تا 19 آگوست سال 2022 در جمهوری 5,312,807 نفر یا 94% با وای یکم 5,221,534 نفر یا 93% با وای دوم و 4,927,758 نفر یا 88% با وای سیم واکسن ضد کرونا ویروس فرا گرفته شدند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی پایتخت تاجیکستان روز 3 آگوست سال 2022 خبر داد که بر اساس مراجعت یک جوانزن یک ساکن 19 ساله دوشنبه را برای دشنام و تحقیر این زن به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. بنا به اطلاع میلیسا در اساس مراجعت الکترونی یک نفر جوانزن ساکن شهر دوشنبه از جانب کارمندان مقامات میلیسای پایتخت شهروند دولت شاهزاده امیر سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر دوشنبه برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که دولت شاهزاده امیر هنگام در سراغه ناحیه سینا کوچه باباجان غفورов قرار داشتن نسبت به جوانزن مراجعت کننده با الفاظ قبیح شأن و شرف او را در نزد اطرافیان پس است. الفاظ قبیح و عمل و رفتار ضد اخلاقی نامبرده که در نوارها ثبت گردیدند پورا اثبات خود را یافتند. وابسته به این نسبت دولت شاهزاده امیر طبق طلبات ماده 460 ماده افباشه کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده در اساس قرار دادگاه ناحیه سینا نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مدت 15 شبانه روز تطبیق کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه میلیسای دوشنبه وقتهای آخر موردهای بر اساس شکایت‌های زنان و دختران برای گپ‌پرتویی و دیگر شکل‌های بدرفتاری و آزار آنها به حبس کشاندن جوانان در دوشنبه زیاد شده است. میلیسای پایتخت تقریبا هر ماه از بازداشت و حبس چند جوان بر اساس شکایت‌های زنان و دختران خبر می‌دهد. مرکز مطبوعات میلیسای دوشنبه روز 3 آگوست سال 2022 خبر داد که امید ایسایف نام راننده تاکسی برای به طلبندگی جلب کردن یک پیرزن معیوب و دال بستن این پیرزن طلبنده به 7 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. گفته می شود در نتیجه سنجش از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه فردوسی معین کرده شد که شهروند ایسایف امید حاجی مرادویچ سال تولدش 1992 استقامت کننده ناحیه رودکی راننده автомاشین تمغه اوپل رقم قید دولتیش 2440-07 یک پیرزن معیوب گروه یکم را برای طلبندگی جلب نموده است. نام برده توسط автомاشین خود هر روز پیرزن امدیه‌اش را برای به طلبندگی مشغول گردیدن به شهر دوشنبه می آورده است. ضمن پرسش معین گردید که ایسایف امید همه روزه قسمت زیاد مبلغ‌های با این را به دست آورده پیرزن را از آن خود نموده قسمت کمی از آن را به خود پیرزن می‌داده است. گفته می شود در اطلاعیه میلیسا با نظرداشت دولت مذکور نسبت به ایسایف امید پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تطبیق کرده شد. بسیاری ها در زیر این خبر رفتار راننده تاکسی را محکوم کردند. کانال چپ سرگوت در شبکه کنتاکت ویدیو جنجال یک پیرزن روس با فروشنده های یک مغازه خوراکواری در زمینه ملی را نشر کرده است. این حادثه در شهر لنگپس در حوزه مختار خانت منسی یوگرا روی داده. فروشنده و طور از سیمایشان در این ثبت برمی آید زنهای مهاجر از آسیای مرکزی می باشند. در ویدیو دیده می شود که یک پیرزن به فروشندگان مغازه در افتاده از آنها می پرسد که آیا حق کار کردن در این مغازه را دارند یا نه. سبب مناقشه معلوم نیست ولی این پیرزن به فروشندگان مهاجر تهدید می کند که آنها را به پلیس خواهد داد. در اینجا تاجیکستان و ازبکستان ساختند ولی نمی پرسند که این شهر را کی ساخته بود. من رفته پلیس را دعوت می کنم بگذار تفتیش کنند که آیا همه شما حق در اینجا کار کردن را دارید یا نه. تاجیک ها ازبک ها آیا شما چنین حق را دارید؟ من همش را در پلیس معاین می کنم. شما حق گرفتن پول آدمان را ندارید. میگوید در این نوار این پیرزن. در میدان شهرهای زیر این ویدیو بسیاری از ساکنان یوگرا این پیرزن را تنقید و محکوم می کنند ولی برخی شهریان خواستار تفتیش قانونیت فعالیت مهاجران در مغازه یوگرا شدند. در ریاست کارهای داخلی یوگرا به خبرنگاران نشریه ویسنیک سورگوتسک و رایونا الینا گایسینا
گفتند که پلیس این حادثه را میسنجد که در مغازه چی روی داد که باعث چنین فرو ریختن خشم و غضب این پیرزن شد. مهاجران کره در روسیه به خصوص آنهایی که در رشته‌های خدمت رسانی کار میکنند از زیاد بودن موردهای به اصطلاح ملتگرایی معیشی ساکنان محلی شکایت میکنند. بلند بودن سطح ملتگرایی معیشی در بین ساکنان روسیه را جامعه شناسان و حامیان حقوق نیز ذکر میکنند. روز 29 آگوست سال 2022 یک مناقشه عائلوی در خانواده زادگان تاجیکستان در یک منزل اجاره در خیابان متالیستا 38 در قسمت شمال و شرقی شهر سنت پترزبورگ روسیه با عاقبت‌های مدهش انجام یافته است. نشریه محلی مایک 78 خبر داد که در جریان مناقشه شوهر بجال به بدن همسرش چندین ضرب کار زده، ده قبرغه او را زده شکسته است. در این باره به پلیس برادر جبر دیده زنگ زده خبر داده است. مرد بجال 36 و همسرش 33 سال داشتند. سبب چنین مناقشه خونین در این عائله مهاجران تاجیک هنوز معلوم نیست. مرد بجال را کارمندان پلیس دستگیر کردند. حالا مسئله گشودن پرونده جنایتی به ضد او با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی در دست بررسی قرار دارد. بر اساس ماده 111 کودکس جنایتی روسیه به این مرد برای قصداً رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی همسرش همچون جزا تا 10 سال زندان تهدید میکند. طبیبان وضع جبر دیده را میانه وزنین ارزیابی میکنند. تشخیص طبی در نتیجه لطوکوب شوهر شکستن 10 قبرغه این زن را تصدیق کرده است. همچنین طبیبان در بدن این زن زخم‌های زیاد کارد را معاین و تشخیص کردند. بر اثر آبخیزی‌های روزهای اخیر در پاکستان علاکه دست کم 1136 نفر به هلاکت رسیده. از این آفت طبیعی 33 میلیون نفر یعنی 15% از اهالی این کشور ضرر دیدند. سیل راه‌ها و کپرک‌ها و دیگر انشاءات مهم را در سراسر کشور خراب کرده است. وزیر تغییر اقلیم پاکستان شیری رحمان آبخیزی‌های هلاکتبار و خرابه‌آور را فاجعه بشری بهت بزرگ نامید و گفت حالا 3-1 قلمرو پاکستان زیر آب مانده است. وزیر نقشه‌ریزی پاکستان احسن اقبال حجم احتمالی ضرر از این آفت طبیعی را نه کمتر از 10 میلیارد دلار برآورد می‌کند. حساب و کتاب‌های مقدماتی نشان می‌دهند که حجم ضرر خیلی بزرگ است. آن از 10 میلیارد دلار هم بیشتر است، گفته است احسن اقبال به خبرگزاری ریترز. او اسارت آبخیزی‌های اخیر را حتی مدهشتر از آبخیزی‌های سال 2010 پرقربانی‌ترین آبخیزی در تاریخ پاکستان که بیش از 2000 نفر کشته به جا گذاشته بود نامید است. احسن اقبال این آفت‌ها را نتیجه رشد بی‌مسئولیتانه کشورهای پیشرفته نامیده. گفت کشورهای ثروتمند باید به پاکستان دست یاری دراز کنند. او افزود پاکستان روزهای نزدیک به کمبود شدید خوراکواری دچار خواهد شد. وزیر مالیه پاکستان مفتاح اسماعیل گفت برای تامین اهالی با خوراکواری اسلام آباد مسئله از هندوستان وارد کردن میوه و سبزیجات را هم بررسی میکند. وزیر تغییر اقلیم پاکستان شیری رحمان وضع پیش آمده را همچون فاجعه بشری بهت بزرگ برخواسته از تغییر اقلیم عنوان کرد و به خبرگزاری فرانس پریس گفت عملاً از 3-1 حصه پاکستان حالا در زیر آب مانده است. این خیلی بزرگ از تمام اون چیز که ما در گذشته دیده بودیم. پاکستان تا این آبخیزی‌ها نیز در یک بحران سخت اقتصادی قرار داشت و از صندوق بین المللی پول کمک مالیوی پرسیده بود. روز 29 آگوست اتفاقاً در روزهایی که پاکستان به سیل‌های خرابه‌آور روبرو بود صندوق بین المللی پول برای این کشور 1.1 میلیارد دلار کمک مالیوی جدا کرد. این پول به خاطر کمک به اقتصاد پاکستان روانه شده است تا که مشکل کمبود پول را حل و خود را از ورطه دفالت خلاص کند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز به پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان عارف علوی برقیه اظهار تسلی ارسال نمود. ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد از آشکار و پیشگیری شدن یکباره 3 جنایت آدمکشی خبر داد و گفت یک زن 52 ساله ساکن جماعت کولکند در کنار شهر اسفره و فرزند او با اتهام فرمایش قتل 3 نفر و جلب کیلر برای انجام این قتل‌ها دستگیر شدند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد گفت مغفرت قادرو سال تولدش 1970 و پسر او نیمه‌جان ولیف با یک نفر برای کشتن برادر شوهرش عبدالسلام ولیف سال تولدش 1964 و همسر او منیره معدمینووا سال تولدش 1965 ساکن جماعت کولکند همچنین کشتن یک زن ساکن شهر خوجند 5000 دلار وعده دادند. این زن از خوجند که می باعث کشته میشد
همسر 35 ساله مردی بود که مغفرت قادر و با وجود زنده ولی در محبس بودن شوهرش با این مرد روابط عاشقانه داشته است. سبب فرمایش قتل برادر شوهرش و همسر او را دادن قادر و به گفته تفتیشات مناقشه اویلوی برای خانه و زمین بود است که از والدان شوهر او به فرزندانش میراث مانده بود. به گفته جبر دیده ها قادر و از آنها طلب میکرد که این خانه حق اوست و آنها باید خانه و اولی را خالی کرده به او بدهند. خود قادر و در گزارش نشر شده اشک در چشم نقل کرد که همین خیل مرا عذاب دادند که مجبور شدم. گفتم که همین خیل آدم نیست که همینها را نیست کند. گفت که من میتوانم، من میکنم، میلش کن. گفتم. پسر قادر و نعمت جان ولیف در گزارش اقرار کرد که به صورت حساب نفری که کشتن این 3 نفر را به گردن گرفت یک بار 10,000 سامانی و یک بار دیگر 6,000 سامانی گذرانیدند. فرمایشگران به او کیلر گفتند که مبلغ باقی مانده را بعد کشتن آن 3 نفر وقتی که وی عکس‌های کشته شده ها را گیرد و به آنها نشان دهد پرداخت خواهند کرد. عبدالسلام ولی و همسرش میگویند مقصدش فقط یک چیز بوده است، ما را کشتند و خانه را از خود کردند. ولی کیلر ظاهراً یا از عاقبت قتل یک بار 3 نفر ترسیده است و یا به گفته اکبر شریفی غیر قانونی بودن این عمل را احساس کرده است و به جای اجرای فرمایش به مقامات ملیسا درباره آمادگی به صادر کردن چنین جنایت‌های وزنین خبر داده است. طوری از ثبت‌های فوری نشر شده برمی‌آید کارمندان بخش کوفتکوف جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت برای بازداشت فرمایشگران قتل یک باره 3 نفر را با ساختن حالت سنی کشتار عملیات مرکب فوری و تفتیشاتی را برا انداختند. آنها از جمله به سر و روی آنهایی که باید کشته می شدند رنگ سرخ مانند به خون ریخته آنها را با سر و تن خون‌آلود و دستهای بسته در باردان یک ماشین سبکرو انداختند و کیلر در همین حالت آنها را عکس گرفته به فرمایشگران فرستاده است و از اجرا شدن فرمایششان خبر داده است. در رابطه با این حادثه نسبت به مادر و پسر بر اساس ماده های 32 قسم 3 104 قسم 2 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام سوء قصد به کشتن 3 نفر پرونده جنایتی گشودند. به مادر و پسر همچون جزا بر اساس این بند قانون از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.